سلام دوستای عزیز، این ویدیو برای جوانایی که در خانه با فامیل زندگی مونه و شرایط زندگیش نه خوبه نه خوشاینده و نه میتونه از او شرایط بیرون شوه. در قدم اول میخوایم بگم من درد تو را کاملا درک منم. بدان اکثر از این شرایط ها یکی از شرایط های خیلی دردناکیه. چرا؟ چون ما نه آزادی از این داریم که بریم در خانه خود کوچ کنیم بدون درد و سر و بدون جنگ، و نه او آرامش رو در دست میاریم که دمو بین امو فامیلی که زندگی مونیم. ایتو یک طوری یک شرایط هست که جبریه و هر شرایطی که جبری شد دردناکه، چون یکی از مهمترین نیازهای انسان اینمیه که در زندگی خود بتانه تصمیم بگیره، چه یک تصمیم خیلی خرد باشه، امی که من اینی او را آل بخورم. اگه اینمی او را یک نفر دیگه بگه تو او بخور، برای من اصلا نه مزه داره نه کیف داره. یا که یک نفر بگه تو باید در خانه زندگی کنی چون نام ما بد میشه، او وقتا در او خانه بودن برای ما دردناک میشه. این حال دوستای عزیز، اگه میخواین درباره بخشای مثبت و منفی از این موضوع زیادتر بشنوین، نیاز دارین کامنت بانین یا با ما تماس بگیرین و او را در یک ویدیوی دیگه دربارش گپ میزنیم. وقتی که ما و شما در یک شرایط گیر مونیم، این حال چی شرایط فامیل باشه و یا چی شرایط یک کاملا شرایط دیگه باشه، مثلا یک شرایط باشه که رفیق مایه و دمو رابطه‌ای که با رفیق خود هستیم دوچار یگان مشکل شدیم. من میخوایم با شما امی 3 عکس العملی را که ما میتونیم ایجاد کنیم دربارش گپ بزنم تا یک شرایط حل کنیم. این حالی در هر شرایط ما و شما 3 انتخاب داریم. انتخاب اول امیه که شرایط تغییر بدیم یا او کسایی که در او شرایط هسته اونا را تغییر بدیم. اکثر ما و شما با شانس خیلی زیاد امتحان کردیم دیگران تغییر بدیم، اما تغییر دادن یک انسان خیلی سخته و این من به عنوان یک مشاور روانشناسی میگم که تا یک انسان خودش نخواه پیش تو بیایه و حتی وقتی با تو گپ میزنه از تو پیشنهاد میگیره، تا خودش از تمام وجود خود از تمام درون خود نخواه تغییرات ایجاد کنه، تغییر دادن یک انسان فقط انرژی ضایع کردنه. بغیر از او یک انسانی که یاد نداشته باشه چه رقم دیگران رو تغییر بده، همچنان یک چالش خیلی کلان میشه در تغییر دادن انسان. کنال ما و شما به عنوان طفل یا به عنوان شخصی که در خانه زندگی مونیم، خانه مادر یا پدر، این مسئولیت نداریم که والدین تغییر بدیم، چون او مسئولیت والدینه که یک رفتاری داشته باشه که شرایط خانه امن شوه. مسئولیت هایی که ما به عنوان طفل داریم اما است که قانونای خانه را هم پیش ببریم، اما برای اینکه که ما بتونیم قانونای خانه را پیش ببریم والدین نیاز داره نیازهای ما و شما رو پوره کنه. این چیزا که من میگم این در یک دنیای میشه ایجاد کرد که مادر پدر نیازهای خودش اول پوره شده باشه. این حال اکثر ما و شما متاسفانه در شرایطی هستیم که والدین هنوز نه بالغ شده، نه او مسئولیت داره که باید میگیره و نه میفهمه که چه کار کنه، چه رقم مسئولیت ها رو بگیره، کی احساسات طفل خود کمک کنه و بپذیره و کی یک راه حل درست ایجاد کنه در فامیل خود. این حال این گپا رو میگم تا شما بفهمین که مسئولیت های مادر پدر فرق مونه و شما به عنوان یک جوان مسئولیت از این ندارین که والدین تغییر بدین، چون یک کاری سخته اما اکثر جوانا کوشش مونه. من خودم ساله که مادرم کوشش کنم تغییر بدم اما نمیشه. در جایایی که خودش میخواه چرا گاه تغییر یافته خیلی هم بهتر شده، اما در اون جایایی که نمیخواه اونمون نفری است که در قدیم بود. این حال این هم خوبه هم بده
که در این ویدیو درباره از گپ نمیزنیم، درباره امو سه تصمیمی که ما میتونیم بگیریم گپ میزنیم. تصمیم اول امو چیزی بود که گفتم دیگران یا شرایط تغییر بدین، نمیشه، اوکی. تصمیم دوم چیه؟ یا عکس العمل دوم. عکس العمل دوم ما و شما امیه که او شرایط رها کنیم. این حال شما کسایی که ویدیو رو میبینین، همونطور که در شروع ویدیو گفتم، در این ویدیو درباره امی میشه که یک شرایط نمیتونین رها کنین یا نمیخواین رها کنین. میتونه دلیلای رقم باشه. من خودم وقتی جوان بودم، تازه نامزاد شده بودم، تصمیم گرفتم که از خانه کوچ کنم، حتی که مادر پدر من نمیخواست یا فامیل من نمیخواست. چون در نظر فامیل مردم گپ جور میکرد و غیبت میگفت و تمام زندگی ما خراب میشد. اما من در این تصمیم خود ثابت بودم، چون میفهمیدم که من باید با شخصی که در آینده عروسی بودم باید آشنا شوم و حتی که کوشش کردم آشنا شوم بازم دوچار یک عالمه مشکل بودم و یک عالمه انرژی رو مصرف کردم بالای امی که فامیل را آرام بسازم یا فامیل را راضی بسازم، چون فامیل راضی نبود از او شرایط یا از او تصمیمات. اینالی میخوایم براتون بگم که مادر پدری عزیزی که این ویدیو رو میبینین، بدانین وقتی ما یک شرایطی دردناک را ایجاد منیم از خاطر فرهنگی که داریم، از خاطر یک عادتایی که پیش میبریم بدون از اینکه او عادتها رو تغییر بدیم، از خاطر قانونایی که در اصل خوب نیست پیش ببریم، ما بالای طفل یک فشار را میمانیم که در اصل نه خوبه برای اونا، نه برای ما و نه برای جامعه، چون یک فشارهای بیجایه. و دلیل که میگم امیه که وقتی انسان یک جای با فامیل زندگی منه، مخصوصا بعد از 18 19 20 و به بالا، یک شرایطی را ما کوشش منیم قدش کنار بیاییم که طبیعتاً سخته، مخصوصا اگر خانه حد اندازه کلان نباشه، هر شخص اتاق خود نداشته باشه که بتانه در اتاق خود هر وقت استراحت نیاز داشت بره اما استراحت در دست بیاره. اینالی این نظر مایه و اگر خودتان در عمل میخواین برین جستجو کن، برین جستجو کن، سعی کن فرق بین انسانایی که تنها زندگی مونه و انسانایی که یک جای با فامیل زندگی مونه و مشکلات اونا رو ببینین. اینال من خودم از درسی که خواندم میگم و از تجربه‌ای که دارم میگم. وقتی انسان آزادی خود داره، یک انرژی در دست میاره، یک راحتی در دست میاره که جانش میتونه اونمو انرژی را، اونمو راحتی را استفاده کنه تا بتونه پیشرفت کنه، تا بتونه یک ایده ها و یک راه حلای قشنگ ایجاد کنه. اما اکثر ما و شما چون همو آرامش نداریم، در اکثر بخشای زندگی نمیتونیم او پیشرفت کنیم. کنالی بعد از که ایره گفتم میتونیم بریم در مو بخشی که چون ایره دلیلی که گفتم همیه که امیدوارم والدینی که ویدیو رو میبینه کوشش کنه یک جایگاه بهتر ایجاد کنه، اولادای خود بانه بره در دست خود در یک جای زندگی کنه، برای خود در خانه خود زندگی کنه، تنها زندگی کنه تا بتونه مسئولیت بگیره، آرامش در دست بیاره. و این حال من نمیگم که یک طفل که خودش نمیخواد کوچ کنه شما مجبور بسازین کوچ کنه، اما انسانایی که آماده و میفهمه که من اگه تنهایی زندگی کنم خیلی بهتر مسئولیت میگیرم، خیلی بهتر مواظب خود هستم و زندگی رو خیلی بهتر پیش میبرم. و من میفهمم شما ترسای شما چیه، امی که طفلتان بره پارتنر پیدا کنه یا بوی فرند پیدا کنه، این چیزا بدانین. این بخشا رو میتونم در یک ویدیوی دیگه بگیم و ای که چقدر مثبت بوی فرند داشتن و چقدر ضرر میبینین یا نمیبینین، اینا کلش یک موضوع دیگه که اوکی. بیاین بریم در مو انتخاب سوم. انتخاب سومی که ما داریم در یک شرایطی که ناخوشاینده، همیه که ما انتظارای خود را تغییر بدیم.
اینالی یعنی دمانایزی که ما خود را تغییر بدیم. وقتی ما انسانای دیگر را تغییر دادن نمیتونیم، در این معنی نیست که ما هیچ قدرتی نداریم و خیلی بیچاره ایم. در این معنی که ما او وقتا تنها چیزی را که میتونیم تغییر بدیم خود است. اینالی وقتی من میگم خود تغییر بدیم، در این معنی نیست که ما او شرایطایی را که در علیه ما پیش می آید او را قبول کنیم. اما امی که ما شرایط خود ببینیم برای امو چیزی که است، نه او چیزی که ما آرزو داریم و شوق داریم و نیاز داریم. اما این امالی امی وضعیت فامیل ما چیه؟ پدرم هر صبح پار میشه، چاشت خوش اخلاقه، پیشی یگان کارایی منه که اصلا خوشایند نیست. اوکی، این پدرمه. مادرم چی کار منه؟ مادرم صبح جیغ میزنه، شو خیلی هم خوشحاله و وقتی من اینی کارا رو منم خوشحاله، اینی کارا رو که نمونم دقیقه. اوکی، پس اینالی برای من واضح شد مادرم کیه و پدرم کیه. دلیلی که من این گپا رو میگم امیه که ما و شما یکم خنده داره، اما واقعا هم دردناک هم خنده داره. ما و شما از پدر مادر، از پارتنر، از بیگانه، از طفل خود، از کلگی یک تصویر داریم و یک انتظار داریم و انتظارهایی که داریم اما تصویری که داریم می سازه. انتظارهایی که ما و شما داریم از نیازهای طفلیت ما می آید. هر چقدر که در طفلیت نیازهای ما پوره نشده باشه، در کلانی ما انتظار زیادتر داریم. اینالی ما و شما چون انتظار داریم و انتظارهای ما با واقعیت فرق مونه، ما دچار درد میشیم چون این دوتا مثل هم نمیشه. اگه ما انتظارهای خود چک کنیم و بفهمیم انتظارهای ما چیه و انتظارها که کم شد، او وقت تنها چیزی که میمانه واقعیته. و وقت چون یک واقعیته او دردی نیسته، چون پدر میبینی که اینمی پدره، اینمی عادتهای نادرستی پدره و برای اینکه من با پدر کنار بیایم، خب یا یک حد و حدود میمانم، سعی میکنم احترام میمانه یا نمیمانه. اگه پدرم نتونست احترام بانه، ما بفهمم، ما نیاز داریم بفهمیم درباره ما و تو به عنوان والدین نیسته، به عنوان طفل نیسته. پدر مادر ما و شما عادتهایی که داره، رفتارهایی که داره، فقط و فقط درباره گذشته خودشه، درباره طفلیت خودشه، درباره عادتهای خودشه و درباره انتظارش از دنیا. یعنی اصلا درباره ما و تو شخصی نیسته. اینمالی وقتی من طفلم ازش یک انتظار داشته باشم، در این معنی نیست که او یک طفل بعده از او خاطر من انتظارم یک چیزیه که او برآوردن نکده، بلکه انتظار من درباره از طفلم امو چیزی که من آرزو دارم. من امیدوارم طفلم همیشه ظرفای خود بشوره، چون من یک طفل خیلی کارگر میخوایم. اما وقتی من طفل واقعا ببینم که آها طفلم یک شخصیه که ظرفا رو بعض وقتا مشوره، بعض وقتا نمشوره. اوکی، پس من چی رقم میتونم از طریق قانون و گپ زدن قدش کنار بیاییم. این حال اکثر ما و شما یک عالم جنگ مونیم از خاطر انتظارهایی که از همدیگر داریم و ما مادر پدرهایی که نمیخواه با خود کار کنه اونا رو کمک نمیتونم بازی ویدیو. اما دوستای عزیزی که میخواین در این شرایط ادامه بدین، همزمان میخواین یک وضعیت آرام ایجاد کنین. بدانین تامی که ما و شما خود تغییر میدیم، انتظارهای خود تغییر میدیم، شرایط آرامتر میشه. در شرطی که ما و شما بتانیم انتظارهای خود تغییر بدیم. این حال یکی از دلایلی که انتظارهای ما و شما با عنوان طفل خیلی سخت تغییر بدیم، امیه که ما هنوز صبری اما مادری را داریم که مثل یک مادر، مثلا اما مانای مادر را پوره کنه، اما جایگاه یک مادر را که ما را بدون به شرط
میپذیره، ام درک مونه، ام گپای ما رو میفهمه، ام ما رو کمک مونه که یک مشکلات با امنیت یا با آرامی حل کنیم. او مادر، ما دنبال از او مادر هستیم و دنبال امو پدری هستیم که خیلی درک داشته باشه، فهم داشته باشه، قار نشوه و بیش از حد زندگی ما رو کنترل نکنه، بلکه یگان مرزای خوب درست بانه. اینالی ما و شما فرق بین آرزوها و واقعیت برای ما سخته در شروع، اما بدانین آرزوهایی که ما و شما داریم با واقعیتی که قد شروع در رو هستیم خیلی فرق داره. تامی که ما تانستیم آرزوهای خود ببینیم، آها این آرزوی مایه. آرزو یعنی باد هوا، یعنی یک شرایط که وجود نداره. ما میتونیم آرزو کنیم و کوشش کنیم در او برسیم، اما اگر او شخصی که ما آرزو منیم نخواه خود خود تغییر بده، برای که ما زندگی رو آرام بسازیم، برای که آرامش در این لحظه ایجاد کنیم با فامیل، ما نیاز داریم همون شخصی باشیم که فامیل برای او چیزی که است ببینیم. این حال مادر پدر ما و شما با آگاهی درون خود کار نکده، نخواسته که هنوز او مادر پدرایی که نکده. از او خاطر ما نمیتونیم بگیم اونا باید مرا درک کنه، بلکه ما میتونیم همون نفری باشیم که ما اونا رو درک کنیم و برایشان یک مرز بانیم، چون میفهمیم که زندگی ما، مرزای ما مهمه تا من بتونم کار بدم در زندگی و در روزمره. ما یکم تشنا شدم گپ زیاده. کامera باتریش خلاص شد، از خاطر با موبایل فیلم مونم. دوستای عزیز، آخرین گپایی که میخوایم درباره ازی موضوع بگم امیه که ما و شما همیشه میتونیم شرایط زندگی خود ما کنترل کنیم، اما نیاز داریم وسیله درست داشته باشیم. و برای که وقتی در یک خانه با فامیل زندگی منیم، برای که شرایط ما کنترل کنیم، ما نیاز داریم انتظارهای خود تغییر بدیم. این حالی بعد از که انتظارهای خود تغییر دادیم، سوال بعدی همی میشه که چی برنامه ها یا چی رفتارهایی داشته باشیم که فامیل زیادتر همکاریش زیاد شود. این حالی کسایی اصلی که واقعا باید این مسئولیت بگیرن مادر پدره، اما مادر پدرها همیشه اونقدر آسان نیسته که در اون نقطه برسه که بگه اوکی من باید این مسئولیت بگیرم. ما و تو به عنوان شخصی که در این فامیل زندگی منیم و طفل هستیم، نیاز داریم در اون نقطه برسیم که بگیم اوکی، چون مادر پدری من نتانست اما مسئولیت داره بگیره، من به عنوان یک شخصی آگاه، به عنوان همون شخصی که تصمیم گرفتم این مشکل حل کنم، تا یک جایی که میتونم مسئولیت میگیرم و پیشنهادهای رقم را طرفش میبینم، جستجو منم تا راه حل پیدا کنم. دلیل که گپ میگم همیه که شما بفهمین این مسئولیت فرزندان نیست که مشکل حل کنه، اما میتونیم به عنوان یک شخصی که این مسئولیت را میخواه بگیره طرف از این مسئولیت بریم و انتخاب کنیم این مسئولیت را بگیریم. اوکی؟ اینالی دیگه اگه سوال دارین میتونین سوال کنین یا با من تماس بگیرین. بغیر از او درباره از این موضوع فقط اینمی گپ مهمه که انتظارهای خود گرد از او شرایطی که داخلش هستی تغییر بده تا شرایط کمتر دردناک شوه. و همزمان نیاز دارین بفهمین که مادر پدر بدی شما را نمیخواه. مادر پدر همیشه خوبی شما را میخواه، اما همچنان خوبی نفس خود میخواه، خوبی خود میخواه. هر انسانی همی تو تمرین شده تا نفس خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه. این حال مادر پدر یاد نداره که چه رقم من خوبی هم خود پیش ببرم، هم طفل خودم نیازهایش پوره کنم. هر وقت مادر پدر ایره فهمید که چرا، باز وقت میتونه نیازهای ما و شما رو به عنوان طفل پوره کنه. تا وقتی که مادر نفهمه، پدر نفهمه، ما کاری دیگه نمیتونیم.
بغیر از که اونا رو تشویق کنیم یا برشان بگیم یا کنالی وقتی که ما تصمیم میگیریم خود تغییر بدیم، این در اصل خیلی کاری کلانتر و یک کاریه که ما زودتر میتونیم در هدف برسیم از اینکه مادر پدر کوشش کنیم تغییر بدیم. اوکی دوستای عزیز، امیدوارم این ویدیو کمک کرده باشه و اگر یگان موضوع هنوز مثل یک سوال از ما پرسان کن، باز یک ویدیوی دیگه درباره از این موضوع های مهم جور منیم. فعلا انتظارهای خود از گردوبر خود تغییر بدین، مخصوصا از مادر پدر. اما مادر پدر که واقعا استه که تاریخ و تجربه خودت ثبوت کرده، اونمو رو ببین و یا قبولشان کنو یا کوشش کو عادتهای منفیش مهم نگی، شخصی نگی و اینمی زندگی که نمالی داری بپذیر و قبول کن و در خود بر نخو. چون اکثر ما و شما دق میشیم که در علیه همه اینی کارا میشه، در علیه همه مادری تو هسته. مادر پدر رفتارایش درباره خودشانه، درباره عادتهای گذشته شانه، درباره تو نیسته. اوکی؟ وقت خوش، مواظب خود باشین.